خدا رحمت کنه مرحوم ابوی رو راجع به آلت پیران یه شعری رو همیشه میخوندن به حالت طنز که خدمتتون اجرا میکنم. پیریم و دگر آلتمان پا شدنی نیست، این شاخ گل خوش شکوفا شدنی نیست. بیماری خوابیدگی آلت پیران با اسپری و قرص مداوا شدنی نیست. دیریست که این ملعبه را راست ندیدم، با دلهره میمالمش اما شدنی نیست. یک روز به تحریک خیاری سرپا بود، امروز پدر سوخته اغوا شدنی نیست. یک بیضه شده بالش و یک بیضه پتویش، خوابیده و چشمان ترش وا شدنی نیست. یک ذره نشد راست که بر کفش نشاشد، بدبختی از این بیش هویدا شدنی نیست. مثل حلزون سر به درون برده به نرمی، این گونه به سوراخ کسی جا شدنی نیست. انفاس مسیحایی زنها ندهد سود، این مرده به این سادگی احیا شدنی نیست. با نذر و دعا مرده ما زنده نگردد، برگشتن میت که به دنیا شدنی نیست. یک عمر به دنبال خودش خرکشمان کرد، حالا ولمان کرده و پیدا شدنی نیست. با این همه ما باز هواخواه زنانیم، این زائده بمبی است که خنثی شدنی نیست.